در نزد یکی از مرکزهای مهم دیپلماتیای جهان، قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر وین، مجسمه 4 ستون و پیشاهنگ علم و تمدن بشری گذاشته شده است که اصل و ریشه و اصالت این 4 نفر تاجیک است. ابو علی ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، عمر خیام و زکریای رازی. این 4 پیشاهنگ علم تمدن جهانی در حدود تاریخی دولت سامانیان تولد شده و زیستند و پرورده همین فرهنگ و تمدنند. 4 نفره که با کشف و کار آثار خود سطح و تاریخ علم بشری را تغییر دادند و سمت آن را برای 100 ساله ها معین نمودند. این مجسمه ها رمز از سهم بزرگ نیاگان ما در رشد علم و فرهنگ و تمدن بشری و اعتراف جهانی این واقعیت است.